ماسک ونیز پر از داستانه. 800 سال قدمت داره و مردم وقتی که این ماسک رو به صورتشون میزدن میخواستن خودشون رو از بعضی چیزا پنهان بکنن. با من بیایید تا داستان ماسک ونیزی رو تعریف کنم. خیلی وقتی به ونیز سفر میکنن فکر میکنن ماسکایی که اینجا میبینن فقط جنبه زیبایی داره، در صورتی که این ماسکا آثار هنری هن و قصه طولانی دارن و ریشه در هویت این شهر دارن. ونیز قطب تجارت بین شرق و غرب بود و تاجرای ونیزی شهرت جهانی داشتن. به همین خاطر ثروتمندای زیادی تو این شهر زندگی میکردن. بعضی از این ثروتمندا برای اینکه مورد سوء قصد قرار نگیرن ماسک میزدن. از طرفی قشر کم درآمدم برای اینکه توی مراودات اجتماعی خودشون رو ثروتمند نشون بدن، اونا هم شروع به استفاده از ماسک کردن و بعد پوشیدن ماسک به یک سنت بین مردم ونیز تبدیل شد. اما ماسک ونیزی یه ارتباط مستقیم با کارناوال ونیز داره. کارناوالی که توی اون مردم صورتشون رو با ماسکای ونیزی میپوشونن و قدیمی ترین کارناوالیه که توی دنیا برگزار میشه. ماسک توی ونیز یه قدمت چند صد ساله داره. از قرن 12 کارناوال ونیز شروع شده، کارناوالی که با هدف جشن گرفتن یک پیروزی اینجا شروع شد. دوک ونیز وقتی توی جنگ بر علیه فرمانروای آکویلیا پیروز شد، همه مردم شهر از ثروتمند و فقیر دوش هم اومدن و توی میدون اصلی با هم جشن گرفتن و بعد کارناوالی رو پایه‌گذاری کردن که الان چند صده قدمت داره. هر سال این کارناوال در زمستون در شهر ونیز برگزار میشه، اما قدمت واقعی این کارناوال به بیش از 800 سال پیش برمیگرده. اینا ماسکای دستساز و اورژینالن که فقط توی بعضی از مغازه‌های ونیز میتونین همچین چیزایی رو پیدا بکنین. اینا کار هنرمندان ونیزیه که چند سده است به ساخت این ماسک‌ها میپردازن و هر کدوم از این ماسک‌ها یه اسم خاص دارن. بیاین تا با هم معروف‌ترین ماسکای ونیزی رو بشناسیم. این ماسک باوتا یکی از معروفترین ماسکای ونیزه. ماسک باوتا با چونه تیز بدون دهان بین طبقه مرفه استفاده میشد و حسنش این بود که به فرد اجازه میداد تا بتونه غذا بخوره. و اینم ماسک بورتا. ماسک مورتا ماسک اغواگری بود، از مخمل سیاه مخصوص زنان. ماسک گربه، ماسکی که مردا با پوشیدن لباس زنانه و تغییر صدا ازش استفاده میکردن. ماسک دکتر طاعون، این هم یکی دیگه از ماسکاییه که برای جلوگیری از ابتلای پزشکا به طاعون ابداع شده بود و پزشکان رو صورتشون می‌داشتن و برای مداوای بیماران مراجعه می‌کردن. ماسک پانتالونه، ماسکی که از یه شخصیت نمایشی الهام گرفته بود و تاجر ونیزی ثروتمندی بود که مورد احترام اشراف بود. ماسک آرلچینو با لباسی متشکل از تیکه‌های نامنظم و کلاهی با دم خرگوش یا روباه استفاده می‌شد. ماسک زانی، ماسکی که با یه بینی بسیار کشیده و بدون قسمت دهان بود. ماسک کولومبینا، یه ماسک نیم صورت که فقط قسمت بالای صورت رو میپوشوند و اینم از یه نمایش معروف الهام گرفته بود. هر کدوم از این ماسک ها معنا و مفهوم خاصی داشتن و کسی که از اینا استفاده میکرد با هدف خاصی از اینا استفاده میکرد. و از همه مهمتر این که قدمت و تاریخچه این ماسکا با هم متفاوتن. بعضیاش چند صد سال قدمت دارن، بعضیاش هم توی دهه‌های اخیر اضافه شدن. لطفاً تو کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین تا هر هفته با هم به گوشه‌ای از دنیا سفر کنیم و با جاذبه ها و فرهنگ مردم دنیا آشنا بشیم.